خدا رزم‌آور هستم، مدیر پروژه تولید موتورهای گیرلس پیدی لیفت. ما در کارخانه شرکت پاردنافوس هستیم برای تولید موتورهای جدید گیرلس پیدی لیفت. فرآیندی که دارین شما الان مشاهده می‌کنید فرآیند جا زدن هسته داخل پوسته هست. ما توی این فرآیند هسته رو قبل از اینکه جا بخوره تست‌های عایقیش و تست‌های سیمپیچ انجام شده. بعد از فرآیند جا زدن هسته داخل پوسته مجددا تست‌های عایقی انجام میشه. به خاطر اهمیت بالایی که هسته داره و سیمپیچ بخش اصلی این موتور رو تشکیل میده، ما حساسیت زیادی رو فرآیند تولید و مونتاژ این موتورها اعمال میکنیم.